به نام خداوند رحیم و رحیم. دوستان عزیز، قرار است که در مورد تگ‌های ایت و همچنین یعنی ساختار بیسیکی یک زبان HTML که تگ‌های ضروری که ما شما عادتاً اینا رو داشته باشیم زمانی که میخوایم که یک وبسایت ایجاد کنیم یکی HTML بنویسیم اونها را قرار است که با هم بحث کنیم. خب دوستان عزیز، ما در مورد تگ ایت بیشتر بحث میکنیم که در مورد که قرار است چه معلومات در داخل تگ ما شما داشته باشیم. داخل تگ معلومات راجع به صفحه وب داریم، یک اصطلاحی که بعداً سریزی بیشتر بحث به نام متد هدایت میشه. یعنی ما در واقع معلوماتی که در داخل تگ هید داریم، یعنی چایلد های تگ هید، در واقع معلومات در مورد معلوماتی که مثلا در داخل بادی، یعنی معلوماتی که تگ هایی که در داخل بادی میاد در مورد موضوع تگ ها در واقع معلومات میده. همچنین این تگ هایی که در داخل یک نوشته میشه اینها در داخل براوزر نشان داده نمیشه. همچنین تگ برای براوزرها و سرچ انجین ها درباره سایت معلومات میدهد. یعنی در واقع سرچ انجین ها و همچنین براوزرها از همین تگ هایی که در داخل یک نوشته میشه از همین تگ ها معلومات مثلا سایت ما شما، محتوای سایت ما شما، کانتنت سایت ما شما میفهمن، یعنی میدانن که سایت ما شما در مورد چی چیزی هست در واقع. و همچنین در جستجوهایی که یوزرها جستجو میکنن کانتنت رو، اگر به همین معلوماتی که مثلا ما شما در داخل سایت مطابقت داشته باشه، سایت ما شما رو برای ادامه پیشنهاد میکنه. خب میریم به خاطر این کار که ما شما این کار شروع بکنیم، یا که آموزش به تگ ها آموزش ببینیم. بعد ما شما یک صفحه چی داشته باشیم، صفحه در واقع یا یک داکیومنت HTML داشته باشیم. به خاطر این کار ما شما در قسمت فایل بزنیم. همچنین میشه که ما شما یک فایل دیگه یک جدید ایجاد کنیم، بخاطر که یک تکرار هم بشه. دوستانی که تجربه نداریم میریم در قسمت اینجا رسیده میکنیم نیو، یعنی یک تکست داکیومنت میشه میگویم که HTML تکس. البته نام فایل بسیار مهم نیست که چی باشه، اختیاری هر چیز میتونه باشه، ولی اکستنشنش مهم است که اکستنشن در واقع هم منفصل که از دات شروع میشه. دات تکستی هست، ما شما میگیره با دات HTML میتونه برای حتما دات HTML باشه که شناسایی بشه که این فایل ما شما در یک فایل HTML هسته. ما شما سریزی کلیک میتونم میگیره اوپن میکنم. خب دوستان عزیز، می‌بینید که یک فایل HTML خالی از هیچ چیزی نداریم. ما شما واقع شروع می‌کنیم با علامت کوچکتر، علامت تعجب، همچنین داک تایپ. در واقع مشخص کننده نوعیت سند است. یعنی در واقع داک تایپ یعنی داکیومنت تایپ. داکیومنت خب مثلا نمود سند میگه، مثلا نمود فایل میگه. تایپ یعنی نوعیتی داکیومنت ما شما که HTML میگیم، HTML یعنی مشخص کننده است که این فایل یک فایل HTML هسته. در داخل این HTML تگز کسی این فایل قرار است که تگ های HTML داشته باشیم. البته در HTML ورژن 5 یا ورژن 5 کسی به این شکل نوشته میشه. در ورژن های قبل تر از ورژن 5 به صورت طولانی تر بوده. خب بعد از اون دوستانی کسی نیت سند ما شما تعیین ختم. ما شما میریم از یک تگ روت، تگ ریشه، تگی به نام خودی HTML داریم، ازش شروع میکنیم. در واقع یک کانتینر هست که تمام تگ های ما شما در داخل ازی قرار است نوشته باشه. یعنی یک تگ روت هست، تگ ریشه هست، یعنی پرنت تمامی تگ های ما شما در واقع یعنی تگ HTML هست که دو تا چایلد مستقیم داره. یعنی چایلد هایی که دو تا چایلد مستقیم داره و دیگر تمام چایلد های از این در داخل چایلد های این دو چایلد قرار میگیره. یکیش اید هست
و دیگری بادی باشه. تگ بادی. خب طوری که ما شما قبلا سر تگ اید بحث کردیم که در اینجا تگ های میتاد یعنی تگ هایی که در واقع در مورد تگ هایی که در داخل بادی ما شما یا مثلا در مورد کانتنت سایت ما شما معلومات میده. تگ هایی که قرار است در داخل تگ اید بیان، چون تگ هایی که برای سرچ انجین ها معلومات سایت ما شما رو مشخص میکنه. خب از این تگ هایی که در داخل تگ اید میآید، در واقع یکیش تگی به نام تایتل داریم. تایتل در واقع عنوان سایت ما مشخص میکنیم. البته در داخل براوزر، در داخل تگ براوزر مشخص میکنیم HTML این تگ. خب به خاطر که ما شما بهتر متوجه شیم یا باز بکنیم در داخل براوزر. مثل در قسمت داخل براوزر، در قسمت بالایش، در قسمت تگ براوزر، همین چیزی که تایتل ما شما مشخص کنیم به اینجا تایتل یا عنوان سایت ما شما به این مشخص میشه، این ظاهر میشه. پس استفاده تگ تایتل ما شما متوجه شدیم. و همچنین یک تگ دیگر داریم به نام میتا. تگ میتا یکی از تگ های در واقع سینگل یا امپتی هست که پروپرتی ها یا صفت های زیاده داره. یک موضوع که هست ما شما دوستان صفت یا پروپرتی رو نخوندیم. هر تگ از خود صفت یا پروپرتی داره. صفت یا پروپرتی در واقع به تگ یا فانکشنالیتی یعنی عمل کرد یا اینکه معلومات یا اینکه مثلا اینفورمیشن، این دو تا رو اضافه میکنه، یا عمل کرد یا اینکه معلومات. و ساختاری یک اتریبیوت یا یک مشخصه، یک صفت طوری است که به صورت کی ولیو هسته. مثلا چارسیت این یک است در واقع. چارسیت نام اتریبیوت هسته و یا یکی نام صفت هسته، علامت مساوی داره و همچنین دبل کوتیشن و یا هم سینگل کوتیشن. اینا با نام دبل کوتیشن و سینگل کوتیشن میشه. میتونه که ولیوی صفت در داخل ازی قرار بگیره. مثلا میتونه که از کی باشه و یا هم چی باشه؟ بیوتیفی 8. خب دوستان این تگ میتا با هی صفت خود، صفتی چارسی دیفی 8 چی کار میکنه؟ ما شما باید قبل از که مثلا در مورد ولیو صحبت کنیم میریم سر خود یعنی صفتی نام چارسی صحبت میکنیم که صفتی چارسی چی کاری انجام میده. خب میریم در داخلی انجام در قسمت کاراکتر سیت. دوستا در واقع کامپیوترها که هست زبان هایی که ما شما تکلم میکنیم، زبان انگلیسی، زبان عربی که مثلا فارسی یا که زبان چینی رو متوجه نمیشه. تنها زبانی که کامپیوتر متوجه میشه زبان 0 و 1 هست. و سازمان های مختلف کوشش کردن که مشکل برطرف کنن و زبان ما شما رو به زبان کامپیوتر در واقع به یک نحوی بفهمونن. برای این کار به خاطر هر کاراکتری که در هر زبانی وجود داره، مثلا ما شما اینجا زبان انگلیسی در نظر میگیریم، برای هر کاراکتر یک عدد در نظر گرفتن. مثلا برای کاراکتر حرفی A بگم یک عدد 65 در نظر گرفتن که عدد بعدا تبدیل بشه به 0 1 و کامپیوتر از طریق یعنی 0 1 که عبارت از انبار ما معنی 65 را میدهد متوجه میشن که این در واقع کاراکتر حروف زبان انگلیسی، حرف هی، حرف کلان زبان انگلیسی هست. همچنین تمام از این از ای تا به زد رقم مشخص میشه. همچنین اعداد که از 0 تا به 9 اینا هم در واقع تبدیل به 0 1 میشه. از طریق 0 1 کامپیوتر اینا رو شناسایی میکنه. و همچنین در تمام زبان‌های کل زبان‌های جهان بعد یک عدد در نظر گرفته میشه برای هر حرف از طریق عدد کامپیوتر شناسایی میکنه. و دوستان این میشه مفهوم کاراکتر سیت. همچنین با کاراکتر سیت رو داریم در قسمت که این کاراکتر سیت گفتیم که دو تا ولیوی احتمالی ما شما در نظر میگیره، یکی اسکی بود یکی UTF-8.
در صورت که ما اگر روی اسکی ست کنیم، مثلا کرکترستیک ما شما روی اسکی باشه، دوستو اسکی که هست مخفف American Standard Code for Information Interchange، یعنی در واقع در داخل اسکی فقط زبان انگلیسی در نظر گرفته شده، حروف A تا به Z، همچنین اعدادی 0 تا به 9 و همچنین بعضی از سیمبل های مثل دلار ساین و بعضی سیمبل های دیگر در نظر گرفته شده. برای از اونا یک عدد در نظر گرفته شده که از طریق همون عدد باز کامپیوتر شناسایی میکنه و دیگر زبان ها در داخل اسکی مشخص نشده. در صورتی که ما شما در صورتی که ما شما کرکترستیک روی چی باشه؟ اسکی باشه، مثلا که اسکی و میریم ما شما میخوایم از زبان فارسی مثلا استفاده کنیم، چون این که سلام، این که چگونه نشان داده میشه در داخل بروزر که سپورت نمیکنه در واقع، بخاطر که همین حروفی که مثلا عبارت از سینام، لام و الف و میم باشه، در واقع در داخل این اسکی، یعنی کرکترستیک اسکی مشخص نشده، یعنی برای هر کدام از اینا، برای سین، لام، الف و میم یک عدد در نظر گرفته نشده که بعدن او عدده کامپیوتر از طریق او عدد یا حروف شناسایی کنه و ما شما نشان بده. پس یک مشکل است. ما شما بخاطر از مشکل که مثلا بتونیم که زبان فارسی را ما شما در داخل وبسایت ما نشان بدیم، از یوتیفی زبان انگلیسی میکنیم، یوتیف 8. یک هست در واقع یوتیفی 8 اکثریت زبان هایی که در جهان تکلم میشه اکثریت شد سپورت میکنه، یکی پشتیبان میکنه. ما شما اگر داخل بروزر ببینید که سلام به درستی نشان داده میشه، بخاطر که در داخل از یک کرکترستیک که عبارت از چی باشه، یوتیفی 8 باشه مشخص شده، یعنی برای هر کدام از اینا یک عدد در نظر گرفته شده که در واقع از طریق از عدد سمبل با ما شما شکل درستش نشان میده. خب این بود از تگ بسیار مهم نام میتا اجازه یوتیفی 8. در واقع مشخص کننده کرکترستیک هستیم. این چیزی در داخل بروزر نشان داده نمیشه در مورد از تگ، ولی این کسی برای بروزرها نشان میده، برای سرچ انجین ها میفهمونه که سایت ما قرار است که مثلا اکثریت زبان ها را سپورت بکنه، نه تنها زبان انگلیسی بلکه اکثریت زبان ها را سپورت میکنه. مشخص میشه، یعنی که مشخص میکنه و میریم باز همین تگ میتا با البته با اتریبیوت یا صفت های دیگر، یعنی با صفت های دیگرش میخوام. مثلا یک صفت دیگر بریم با نام نیم این نام صفت نیم هست اینجا، والیوش ویوپورت هست. نیم ویوپورت در واقع ویوپورت که هست، یعنی صحیح چیه نشان میده؟ صحیح قابل دید یک صفحه. مشخص کننده یه هستی که ما شما در واقع سایتی که ایجاد میکنیم، بعد از اون یوزرهای ما دیوایس های مختلف دارن، از قبل موبایل، تبلت و همچنین لپتاپ. پس میگه زمانی که ما شما ویوپورت مشخص میکنیم، یعنی صحیح دید ما کسه چی نوع، یعنی چی اندازه باشه، بعد از اون ایش صحیح دیده مشخص میکنه. یعنی ویوپورت ما شما بعد از اون باز تایید دیگر با کانتین داریم که این میگه ویوپورت ما شما در واقع دیوایس، یعنی دیوایس وید باشه، دیوایس وید، یعنی زمانی که سایت ما شما داخل موبایل اگه باز بشه، یعنی باید اندازه موبایل در نظر گرفته بشه، اندازه سایت ما اندازه یا یکی ویوپورت موبایل در نظر گرفته بشه. در صورتی که تبلت باز بشه تبلت، همچنین در لپتاپ همچنین لپتاپ اما ویوپورت لپتاپ نظر گرفته بشه. همچنین یک اینیشال اسکیل داریم که این ست میشه روی یک هم باشه مشکل نداره، یا یکی 1.0 باشه اما معنی داره. خب در واقع ما شما ویوپورت مشخص شد که سایه دیدی
وبسایت ما شما به اندازه یعنی دیوایس یوزر مشخص بشه. از زمانی که وبسایت لود میشه، اگر تبدیل باشه تبدیل، موبایل باشه موبایل، همچنین اگر لپتاپ باشه. اینیشال اسکیل در واقع لیول یا اندازه زوم وبسایت ما شما رو مشخص میکنه. زمانی که لود میشه در واقع 1.0 یا 1 مشخص کننده ازی که نیز زوم هین یا یکی زوم هود نشده باشه در حالت نرمال سایت ما شما رو لود میکنه. و این یک از ترک‌های مهمی هستی که ما شما باید ست کنیم. در واقع اینا یک چیزی نیست که ما شما کانتنت باشه که ما شما ببینیم میره یوزر ببینه، ولی یک از در واقع تگ های یک از تگ های میتا هست که در مورد سایت ما شما معلومات میگه، یعنی که این مشخص میکنه در واقع سویه دیدیزی به هر دیوایس و همون رقم اندازه خود دیوایس مشخص بشه. همچنین دیگر تگ های میتا که هستن اینجا هم همون گرده و ما شما کیورد داریم. باز همین تگ میتا با البته صفت های پروپرتی مختلف مثل که از ویسکود داشت باشیم میتونیم میکنیم میتا کالن WK البته که WK بزنیم اما صفت کیورد و همچنین کانتنتش میاره. این یکی هست. باز دوتا چی داریم؟ دوتا اتریبیوت داریم. یکی هم کیورد هست، کیورد ها مشخص کنیم. در واقع کیورد ها دوست عزیز یعنی کلمات کلیدی که مثلا ما شما فکر میکنیم که در این سایت نه به طور مثال در مورد غذا هست و ما متوجه میشیم که زمانی که نه وبسایت آنلاین کنم یوزر که هستن جستجو میکنن در داخل براوزر، این کلمات کلیدی که به نظر شما جستجو میشه به خاطر یا پیدا کردن سایت شما، مثلا در مورد غذا باشد من فود میاد، مثلا اگه شما پیزا فروشی باشه یا سایت شما در مورد فروش پیزا باشه احتمالش میده که پیزا حتما باید جستجو کنه. و همچنین مثلا بعضی از کلمات کلیدی دیگر نیست مثل هتل بود. اینو در واقع کیورد ها که در گذشته زیاد استفاده میشه. در گذشته سرچ انجین ها و براوزر ها از این کیورد ها استفاده میکردن که یک سایت را مثلا بر اساس جستجوی یوزر ایندکس کنن. یوزر مثلا در مورد یک پیزا جستجو میکرد، این سایت جستجو میکرد، براوزرها جستجو میکردن، سرچ انجین ها در صورت ما شما کیورد سیت کردن به نام پیزا، سایت ما شما رو با نام نشون میدن. ولی این روزا خیلی استفاده نمیشه از کیورد، یکی اکثریت سرچ انجین براوزرها خیلی سریع استفاده نمیکنن، ولی بهتری است که ما شما معلومات داشته باشیم و سیت کنیم. همچنین تگ میتا با مشخصی دیگری به نام دیسکریپشن البته ما شما در مورد سایت خود ما که هستیم دیسکریپشن میگیم، یعنی تشریحات میگیم سایت ما مثلا در مورد چی چیزی هسته وبسایت ما و کدام معلومات ما در داخل سایت خود داریم. amazing مثلا amazing food و یکی we به مثال we offers such a food that you are going to love it. به مثال میتونه دیسکریپشن باشه که مثلا در مورد غذا هست. در واقع دیسکریپشن تکمیلی نیست. زمانی که ما شما یک سایت واقعی دیولپ میکنیم توسط میدیم یا دیسکریپشن رو بسیار به صورتی دقیق‌تر و کوشش میکنیم که کلمات کلیدی بیشتر در داخل میزی سیت کنیم که زمانی که یوزرها مثلا جستجو میکنن به دنبال سایتی مثل سایت ما شما جستجو میکنن یا میگردن، مثلا سایت ما شما حتما باید نشان بده یوزر پیشنهاد بده. پس
این از خودی دیسکریپشن شد. این دیسکریپشن واقعا بسیار مهم است برای اینکه ما شما سایت زمانی که دولت میکنیم حتما باید این رسیت بکنیم. و یک استفاده دیگری از دیسکریپشن دوستان، ما شما زمانی که مثلا ما شما به دنبال مثلا کوکینگ میگردیم، کلمه کوکینگ در داخل گوگل کروم به طور مثال جستجو میکنیم، اینجا گوگل کروم با ما شما اما سایت های مرتبط مثلا جستجو کرده که فکر میکنه که با همون کلمه جستجوی ما شما مرتبط دست ارتباط داره، ما شما پیشنهاد میده هر کدام یک مثلا یک لینک دارن، لینکی وارد وبسایت و ما شما باید کلیک کنیم، در واقع ما رو به خود سایت همین کوکینگ چنل میبره. بعد از اون که هست این یک تایتلی با فونت نسبتا بزرگتر با رنگ آبی که هست نشان داده میشه، در واقع این تایتل ما شما است. تایتلی که ما شما در واقع به اینجا سیت میکنیم، مثلا ما تایتل به اینجا HTML تگ نوشته کردیم، در صورتی که ما شما اگر سایت رو آنلاین کنیم یوزر جستجو بکنه اگر سایت ما رو بلند بکنه، این همین HTML تگ در واقع به این شکل تایتل که هست به همین ساختار نشان میده. بعد از اون به زیر موضوع با فونتی با فونت سایز کوچکتر، البته کوچکتر از خود تویتر نشان میده. پس خیلی واقعا خیلی مهم است زمانی که اکثریت یوزرها یا ای که ما شما خودم از یک وبسایت استفاده میکنیم و جستجو میکنیم، یعنی از دیسکریپشن نیزی متوجه میشیم که مثلا معلوماتی که ما به دنبالش میکردیم در داخل از سایت وجود داره یا نه. پس بنابراین خیلی مهم و ضروری است شما خوب یک دیسکریپشن در خود وبسایت ما حتما در داخل وبسایت در نظر بگیریم. خب یک به طور خلاصه اگر ما شما تغییر یک جنبه یا خلاصه داشته باشیم که تغییر در واقع تگ های هیت یا تگ هیت که هست در واقع معلوماتی که ما شما در اینجا نوشته میکنیم یا یک تگ هایی که نوشته میکنیم قرار نیست که در داخلی بروزر یوزر نشان بده. اینا یا میتا دیتا هست، یعنی یا یکی در مورد کانتنت سایت ما شما معلومات میدهم، مثل به طور مثال اینی که تگ میتا با 438 یعنی کسی مشخص کننده کرکترستیک بوده، و یا هم مثلا که یکی در مورد خود سایه